یه ساعت دیگه مادر مایلمو به آدرسی که میدم بیار، وگرنه نمیتونی ملکو ببینی. جنگل ایدوس کنار دریاچه. داوود! چشم بابا، به همین آدرس میارمشون. مشکلی که نیست. نه آقا، همه چی مرتبه، منتظریم. خیلی خوب، حاضر باشه کم دیگه میری. باش آقا. تو آسمون عشقم تو تک ستاره ای یا برو دیگه لعنتی. دل دیوانه مرا داغون کرد. چیکار داری؟ بیرون منتظر باش، نه یا تو. آقا داوود یکم دیگه میاد. کجان؟ حالا به جای ترسناکش رسیدیم. میترسیم؟ مثل اینکه زود شیفم شدیم. حالا یه کاری میکنم خانوما. اول سارپا میکشم، ولی نگران نباشین، زیاد ازش دور نمیمونین. شما را هم میفرستم پیش اون. سوالی هست؟ همه چی رو متوجه شدین؟ خوبه. چی شده؟ اونجا چه خبره؟ آقا فیوز پرید، الان درستش میکنم. خیلی خوب، الان میایم بالا. یه نگاه به جلوی در بنداز. الو، صدامو میشنوین؟ شنیدم گلوتو پاره نکن. مامان پسرم، خدا رو شکر، خدا رو شکر پسرم. زود باشیم بریم. زود باشیم. زود باشین سوار ماشین شین.
حالتون خوبه؟ اذیتتون که نکردن؟ خوبیم ولی خیلی ترسیدیم، فکر کردیم ما رو میکشن. انقدر برات نگران بودم، وقتی دیدمت بیشتر ترسیدم. این چه حرفی مامان؟ من جونمو به خاطر شما میدم. یه خونه جدید پیدا کردم، میریم اونجا. منو ببخش مامان، به خاطر من تو خطر افتادین. دیوونه شدی؟ صحیح و سالم پیشمی دیگه، چی میخوام؟ شما عزیزای من هستین. تو هم برای ما خیلی عزیزی. خیلی خوب، بریم تو. پسرم بیا بشین. حالا حرفمو گوش کن، اعتراضم نکن. بگو مامان جون. گفته بودم تو درد سر میافتی، دیدی که حق با من بود. حالا جون هممون در خطره. ولی خانوم، آقا صاحب که مشکل مثل آب خوردن حل کردن. باید یه مدت دیگه قایم بشین. اگه چیزی لازم داشتین اصلا بیرون نرین. باریش کارتون رو انجام میده. من در خدمتم. بله. اون ماشین رو ببر پشت یه جایی که دیده نشه، جلوی راه نمونه، بعد زود برگرد. رو چشم آقا. دمت گرم. میگم یه چیزی ذهنمو مشغول کرده، میتونم بپرسم؟ آره بپرس. ماشاءالله وضعتون خیلی خوب شده. منظورت چیه؟ آخه میبینم که هر روز با یه کلید جدید میایین. خیر باشه. اینجا فقط یه خونه معمولیه که هفتگی کرایه میدن. برای چی از این سوالا میپرسی؟ شرمنده خب. مامان من میرم. هرچه زودتر این قضیه رو حل میکنم، بعد هممون این نفس راحت میکشیم. تو رو خدا نرو سارب. یه بارم شده حرف منو گوش کن. بذار پلیس مشکل رو حل کنه. بریم همه چی رو تعریف کنیم حل شه. آره سارب، درست‌ترین راه همینه. همه چی رو به پلیس بگیم. پلیس نمیشه، حرفمون رو باور نمیکنه. شما نمیدونین که چی شده. خیلی خوب، بذاریم از اینجا بریم. همه چی رو از اول شروع میکنیم، یه زندگی جدید. آره، تو نمیتونی با جلال سر و کله بزنی. نمیشه که همیشه با این نگرانی استرس زندگی کرد. خیالتون راحت، من بدون اینکه خودمو به خطر بندازم این مشکل رو حل میکنم. نگران نباشین باشه؟ آقا صاحب من کنارتم. به خدا هر چی لازم داشته باشی، هر کاری که بخوای، فقط کافیه که خبرم بدی. برو خدا به همراهت. دمت گرم. نمیبوسم، اصلا نمیبوسم. مامان اینم دست با چلفتیه ها. آقا صاحب هر چی باشه شما خودتون میدونین که منو... چیو میدونم پسر؟ هیچی آقا، هیچی.
شما برو با آدم بدا بجنگ، من اینجا مواظب همه چی هستم. برو باشه. ببین پسرم، میدونم کار خودتو میکنی، هرچی هم بگم گوش نمیدی. فقط یه پسر برام مونده، نمیخوام اونم از دست بدم. دیگه اینو بفهم. از دست نمیدی، برمیگردم، همه چی درست میشه. نگران نباش. مراقب خودتون باشین. صاحب خدا رو شکر. خیلی خوب صاحب، حالا برگشتیم سر خونه اول. کی برات دستیسه چیده بود؟ انگیزش چی بود؟ این نوشته رو همون آدم نوشته. اینم کاغذایی که از انبار داوود برداشتم، دستخط خود داووده، ولی دستخطها با هم دیگه نمیخونن. ممکنه داوود پشت این قضیه نباشه. نکنه کار ریش قرمزه؟ داوود یه دلیل قانع کننده داره. درست ریش قرمز بهم شک کرده بود، اما تنها کاری که میکرد انداختنم جلوی جلال بود. برای فهمیدنش فقط یه راه هست صاحب. از یه روش قدیمی استفاده میکنی. بری سر وقت خود ریش قرمز. جواب میده؟ قطعا. شک نکن. مخصوصا در مورد آدمای ترسویی مثل اون خوب جواب میده. این از طرف شکری. اینم چتین. پسر پولو آب رفتن. بهشون که ناخونک نزدی نه؟ از این پولو برداشتی؟ چه خبر سلامی؟ ریش قرمز کجاست؟ نمیدونم آقا صاحب. همه ی پولا رو بردار و برو، همه مال خودته. گوره بابای پولا، گفتم ریش قرمز کجاست؟ بابا جلال همه جا دنبال تو میگردن. خوبه، پس خستشو نکنی. زود زنگ بزن به ریش قرمز. یالا. سلامی اصلا وقت ندارم، یکم عجله کن. یالا. باشه الان زنگ بزنم. موبایلش اشغاله. پاشو بیا ببینم سلامی، یکم با هم حرف بزنیم.
رسیدیم سلامی. پاشو بیا. آقا صاحب. پاشو. آقا صاحب به خدا من چیزی نمیدونم. منم نمیدونستم سلامی، ولی یه چیزایی دستگیرم شد. برو تو ببینم. شب درازی در پیش داریم. برو جلو. آقا من چیزی نمیدونم، ولم کن برم. چطور نمیدونی؟ زود باش بگو ببینم. پس این چیه؟ ها؟ ببین این همون کاغذی که اون شب تو دستم گذاشتی. اینم تو دفتر پارکینگ بود. به هر دوشون نگاه کن. هر دو دستخط تو هن. مستانو کشتی، سعی کردی بندازی گردن من، مگه نه؟ آقا کار من نبود. کار تو بود پسر، کار تو بود. ولی تنها نبودی، چون ارزشو نداری تنهایی دست به این کار بزنی. حرف بزن. یه چیزی بگو. ریش قرمز. آها حالا شد. تو بدون ریش قرمز دستشویی هم نمیتونی بری. ازم سوء استفاده کرد. برام فیلم بازی نکن. آدم شو آدم. بگو ببینم اون یارو ریش قرمز الان کجاست؟ نمیدونم. نمیدونی؟ آره؟ به خدا نمیدونم کجاست. مطمئنی دیگه؟ آقا چه کار میکنی؟ دستاتو بیار جلو. آقا این دستا دیگه مال منن، انگشتاتم همینطور. آقا چه کار میکنی؟ آقا بگو ببینم. بگو. نمیدونم آقا. ریش قرمز الان کجاست؟ آقا نمیدونم. تو رو خدا بذار من برم. تو رو خدا. درست حد زده بودین. برای هدفشون منو قربانی کردن. هدف اصلیشون جلاله. میخوان کار جلال تموم کنن. توطئه کار ریش قرمزه. این کارو با سلامی انجام دادن. سلامی همه چیو گفت. از شب حادثه اونا تو رستوران بودن، درسته؟ دقیقاً همینطوره. مرگم یه جور بهاره.
چی شد پس؟ عوضی چی شد پس؟ دیشب داوود و مینیکو گرفتن. مثلا خود ریش قرمزم گرفتن. عجب مارمولکی عذاب در اومد. حالا جلال بی دست و پا شده. مستان نیست، داوود نیست، مینیک نیست. دیگه لقمه آسونیه، ولی ریش قرمز نقشه خوبی کشیده. بگو ببینم رئیس، ولشون کنیم کار جلال رو تموم کنن. نمیشه پسرم، نمیشه. ما پلیسیم، نمیتونیم عدالت رو بسپریم دست یه قاتل دیگه. آره نمیشه، نمیتونیم. امیدم دست جلاله. جلال کثافت باید زنده بمونه، نباید بزنیم بمیره. هی داد 100 سال سیام فکر نمیکردم که یه روزی برسه بخوام از جلال دفاع کنم. سعد، تا دیر نشده باید جلوی توطئه‌ای که علیه جلال چیدن رو بگیریم. بابا جلال مرده! بابا جلال مرده! بابا جلال مرده! کیه؟ منم سارپ. چه خبر؟ سلامتی. خوبه. حالتون چطوره؟ خوش اومدی پسرم. ممنون مامان خوشگلم. خوبی؟ خیلی بهترم. وضعیه چیه؟ چیزی نیست. خبر جدیدیه؟ آره مامان، مشکل رو حل کردم. دیگه خیالتون راحت. جدی میگی؟ خوشحال بشم؟ آره مامان. دیگه میتونیم برگردیم خونمون؟ البته که برمیگردیم، میریم خونمون. فقط یه چند روز دیگه وقت لازم داریم تا یکم اوضاع آروم شه. خدا رو شکر. میشنوی ایلم؟ پس برم یه چایی برات بریزم. مامان زحمت نکش. بشین الان چایی تو میارم. چی شده؟ جریان چیه؟ اتفاقی افتاده؟ دیگه چی بشه سارپ؟ جلال کبابچی رو کشتن. آره منم شنیدم. تو که تو این قضیه نقشی نداری. تو رو خدا بگو کار تو نیست. دختر دیوونه شدی؟ من چطور میتونم همچین کاری بکنم؟ باورت میشه؟ ولی آخه کل محل با خبر شده. اونش درسته ولی ارتباطی با من نداره. مادرم میدونه؟ نه
هیچی به اون نگو. خب باز خوبه. کنار چای یه چیزی بیارم بخوری؟ نه مامان جون، چایم نمیخورم. ایداد چرا؟ باید برم ولی این بار آخره. لطفا نگران نباش. مطمئنی میخوای بری؟ نرو، همینجا پیشمون بمون. یک کار کوچیک مونده که باید انجام بدم. اونم انجام بدم دیگه تمومه. ببینید چی بهتون میگم. میتونین راحت بریم بیرون. دیگه کسی تعقیبتون نمیکنه. یعنی مشکلی نیست. باشه خیلی خوب باشه. من دیگه رفتم. بیا ببینم آقای سارپ، من واسه تو چی کارا میکنم، تو چی کار میکنی؟ پسرم تو رو خدا زود عصبانی نشو. خودتو کنترل کن، مواظب خودت باش. باشه مامان جون، باشه. زودتر برو تو خونه. برو سوار ماشینت شو. ساعت دارم میرسم. باشه رئیس. کجایین؟ کجایین؟
پسرم. بابا جلال زنده است. مردین اینطور میگن. شنیدم یه همچین شایعاتی هست داره. نمیخوایم بریم به تشییع جنازتون؟ نگران نباش پسرم، تا حالا هیچ کس به تشییع جنازه خودش دیر نرسیده. من دوست ندارم دوستم دور و برم باشن، خوشم نمیاد. یه روز میرسه دوست آدم دشمنش میشه، نمونش ریش قرمز. من دور و برم فرزند میخوام. فرزند. زنده باشیم بابا جلال. پس جریان چیه؟ اگه تو چشامو وا نمی کردی من الان واقعا مرده بودم پسر. هیچ کدوم از آدمای من نفهمیدن، حتی مستانم فریب دادن. چون نقششونو خوب بازی کردن. سارپ. بابا بدون اسلحه اومدم باهاتون حرف دارم. اصلا دلم نمیخواد حرفاتو گوش کنم. یالا برگرد صورتتو ببینم. بابا اول گوش کنین، بعد اگه خواستین وسط محله دارم بزنین. احتیاجی نیست، همینطوری بهتره. همینجا کارتو تمام میکنم بچه. مستان من نکشتم، داوود و مینیکم من نگرفتم. حرفات همینا بودن؟ ها؟ همش همین بود؟ تو ماشینتون بمب گذاشتن. امروز کارتون رو تموم میکنن. همه چیو به جون خریدم اومدم. نمیخوام بمیریم، میخوام زنده بمونین. بگو ببینم جریان چیه؟ ریش قرمز یه نفر رو به اسم ورال آورده پیشتون، درسته؟ خب کسی که بمب گذاشته وراله. آدم ریش قرمزه؟ آره؟ دقیقاً. یعنی
میگی همه این نقشه رو ریش قرمز کشیده؟ آره. پسر کسی که از سایش میترسه چطور میتونه همچین نقشه‌ای بکشه اونم برای من ها؟ میکشه. اگه پشتش به یه جای گرم باشه میکشه. پشتش به کی گرمه اونم بگو. آکین ایشیک. اینا همش مزخرفه. بابا جلال ماشین رو نگاه کنین. بمب میبینین. اگه بمب تو گذاشته باشی چی؟ بابا جلال اگه من گذاشته باشم برای چی بیام اینجا به شما بگم؟ میتونم ثابت کنم. چجوری؟ به ورال بگین که میخواین اونم همراهتون بیاد. بعد ببینین چقدر از سوار شدن به اون ماشین میترسه. پس میگی اگه از بمب خبر نداشته باشه چرا باید بترسه؟ چی کار میکنین؟ اگه مرگمونو میخوان خب میمیری. وقتی سویچ چرخونده بشه بمب منفجر میشه. باید با کنترل از راه دور منفجرش کرد. اوسای اون کار پیش ماست. اونش مشکل نداره. جلال ولش کن بذار آدمات برن سراغش. گفتم نمیشه زن. از سر رام برین کنار. خیر باشه بابا. پیداش کردیم. میریم جونشو بگیریم. تو توی خونه بمون. هر جور شما دستور بدین. ورال بفرما بابا. بهتره که تو هم با ماشین من بیای. پسر مطمئنی هستی؟ چشم بابا. ولی کسی تو خونه نمیمونه؟ چرا میمونه؟ باید مطمئن بریم. بیا با من بیا. گوشیمو جا گذاشتم. ورا بفرمایید بابا. گوشیمو تو پذیرای جا گذاشتم. زود برو بیاره. رو چشمم بابا. چی شد؟ از رفتن منصرف شد؟ اینجاست بگیر. بیا بگیرش. یه خواهشی داشتم. خیلی مواظب جلال باشین. فهمیدین؟ باشه؟ مثل چشام مواظبش هستم. همه چی از اول تعریف کن. مستان منو شماها کشتینش. با ریش قرمز با هم آویزونش کردیم. سگای کسی.
کاری که با من کردینم بگو. سارپو بیهوش کردیم، گذاشتیمش تو صندوق عقب، بعد کنار ساحل ولش کردیم. چی از جون مستان میخواستی؟ چرا این کارو کردین؟ هدف شما بودیم بابا. آکینشی و ریش قرمز اول میخواستن دور براتون رو خالی کنن، بعد که ریش قرمز مستانو برای صبونه دعوت کرد و گوشاشو پر کرد، اون اتفاق نحس افتاد. شما همه چی از چشم سارپ دیدین. چرا کثافت؟ چرا؟ این همه سال نون و نمک خوردین؟ چرا با من این کارو کردین شماها؟ چرا؟ آکینشیک اومد پیش ریش قرمز، گفت جلال تو رو طعمه عمر کرد، ذهنشو شستشو داد. بی شرف نمک نشناس. داوود و مینیک الان تو چه وضعیه؟ جاشونو پیدا کردی؟ به یه آدم مطمئن سپردن پیداشون کنه. آخ جلال، اگه بدونی کسی که بهت کمک میکنه منم، واقعا آرزوی مرگ میکنی. این کارم حله. جایی که داوود و مینیکو نگه داشتن رو فهمیدم. حالیه پسر با جربزه‌ای هستی. کاش یکی دو نفر دیگه هم مثل تو داشتن. ولی بابا جلال، اگه از من میپرسین، داوود و مینیکو الان نجات ندیم. بهتر آکین ایشیک خبردار نشه. پس پرنسسمو نمیبوسم که از خواب بیدار نشه. زنده باشی. اون آکینشیک میاد اینجا، با پای خودشم میاد اینجا. رئیس همه چی رو به راهه. با جلال نقشه کشیدیم. اول آکینشیکو میکشونیم اینجا، بعد جلال کارونو تموم میکنه. اون وقت ما هم هر دوشونو گیر میندازیم. اولین قدم رو بر میدارم رئیس. آقایون آماده این؟ بله آماده این. بریم. برادرای من، بابا جلالمون به رحمت خدا رفت. دعاهامونو ازش دریغ نکنیم. بابامونو کشتن. اون سارپ عوضی بابامونو کشت. هممون داغ داریم. ولی حالا وقت عزا گرفتن نیست. حالا باید قدرتمون رو نشون بدیم.
حالا وقت انتقام گرفتنه. تا وقتی که اون سگ نمیره عذاب گرفتن برای هممون حرومه. تو اندازه این کارها نیستی ریش قرمز. تو چی داری میگی پسر؟ شنیدی چی گفت؟ تو از این ارزه ها نداری. ما یه مرد واقعی لازم داریم، نه ترس باشه. من خودم هستم. کسی اعتراضی داره؟ اگه هست بیاد جلو. این گوی و اینم میدون. همه تون باید از اسد ریش قرمز تبعیت کنید. یا از من تبعیت میکنید یا دشمن منو دشمن خدا بیامرز بابا جلالمون به حساب میاین. کسی هست اعتراضی داشته باشه؟ هست ریش قرمز هست. میخواستی حاضری خور بشی؟ پسر تا این حد احمق بودی با پای خودت به پیشواز مرگ بیای؟ این حرفا رو بذار کنار. اگه ملتفت نشدی بگم اینجا مال منه. از این به بعد بابا جلال هرچی داره همشون مال منه غیر از تو. تو میتونی بری. ای ولگرد، بچه تخصه که حرف دهنشو نمیفهمه. مگه به همین راحتی هاست؟ جای سختشو انجام دادیم، تو قسمت راحتشی. من بابا جلال از سر راه برداشتم. یا همتون از من حرف شنوی میکنین یا اینجا خون را میفته. پسر بابا جلال تو؟ ای روبا، این چی داره میگه؟ دهنش رو نبندی؟ بچه دیروزی تو پاتوقمون برامون رجز میخونه. آره؟ خیلی حرف میزنی ریش قرمز. کس دیگه اعتراضی داره؟ هی هی، نمیخواید شما ها کاری بکنید؟ با شما هم چرا خشکتون زده؟ میذارین این بچه صاحب اینجا بشه؟ درو بهش نشون بدین وگرنه مغزشو داغون میکنم. توف، همه تو خجالت بکشی. این ماجرا اینجا تموم نمیشه. نمیذارم تو صاحب تخت بابا جلالمون بشی. بگو گوش میکنم. ریش قرمز با آکین زنگ زده داره میاد. خوبه، همه چی مطابق میلمونه. آقا صاحب برای اینکه یقین بی‌شرفو نگیریم به زور جلو خودمونو گرفتیم. اصلا به روش بخندین، از پیشش جم نخورین. باید از هر قدمش با خبر باشم. چشم آقا صاحب. دمت گرم. خسته نباشین. اوضاع خوبه؟ خوبیم آقا.
ببین چی دارم بهت میگم. اگه 1 ساعت پیش تو رو میدیدم قسم میخورم با دستای خودم کشته بودمت. نمیدونم چی شد، چی کار کردی، ولی جلالمو بهم برگردوندی. ممنون. یاشیم خانم، تشکرتون اینقدر خشنه، عصبانیتتون چی میشه؟ بیا بشی. جاتونو گرفتم بابا جلال، در جریان باشین. آفرین به تو، کار خوبی کردی. مشکل درست نکردم. جرأت نمیکنم، دستور از شما گرفتم. الان ریش قرمز دیوونه شده، حتما به کسی که پشتش بهش کرمه زنگ زده. آره زود به آکین ایشیک زنگ زد. خوبه، بذار بیاد. قاچاقچی بین المللیمون. حالا خوب گوشاتو باز کن و گوش کن. این آکین ایشیک ممکنه زنگ بزنه بخواد تو رو ببینه، برای حرف زدن در مورد کار تو رو به جای مطمئن بکشونه. اونجا برات تله میذارن و کارتو تمام میکنن. پس یعنی میمیرم؟ چی میشه؟ با یه بار که اتفاقی نمیفته، من خودم تجربهش کردم. تو اون ملاقات کار آکین ایشیک رو تموم میکنیم، وقتی تومه‌ایم شکارش میکنیم. اونو باید من بکشم سارب. آتیشش میزنم. فقط یه موضوعی ذهنمو مشغول کرده. چی؟ گاز فندکیتون تموم نشه، مدام روشنش میکنین. امانت دست این شیطنت های تو. تو هم ناراحت کردیم. به لطف هر دوتون بزرگترین قصه و خوشحالیمو توی یه روز تجربه کردم. خیلی حرفا باهات دارم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. یکم پیش مرگتو میخواستم، ولی حالا به عنوان کسی که جون پدرمو نجات داده روبرون وایسادی. وظیفم بود، کاریه که درست بود انجام دادم، احتیاجی به تشکر نیست. سارب، کاری که تو کردی هیچ کس برامون نکرده. بابامو به هم برگردوندی. سارب زودتر برو به کارات برس، معلومه امروز تشکرها تمومی نداره ها. ممنون. آقا مهمون داری.
بشین، میخوایم حرف بزنیم. منو میشناسی؟ به جا نیاوردم. جوانی، میدونم تو این سن سال آدم مغرور میشه. اومدم اینجا یه نصیحت برادرانه بهت بکنم. یه لحظه صبر کن. اینجا حرف زدن و نصیحت کردن ارزشی نداره. اشتباه اومدی. آخرین کسی که نصیحتم کرد یه نفر بود که تو استانبول به اسم کبابچی میشناختنش. شنیدی که چی از سرش اومد؟ بذار حرفمو بزنم، بعد هر چقدر دلت خواست لاف بزن. بچه جون، الان گفتی به جا نیاوردی، منو نشناختی. اکنی شکم به جا آوردی. لب کلام. از سر راهم برو کنار، کاری باهات ندارم. دم و دستگاه جلال لازم داریم، عصبانیمون نکن. حالا گوش کن، 2 کلمه من حرف دارم. بزن. بیا با من کار کن. هر کاری هست با هم انجام میدی. نمیشه، تو این کارا رو بلد نیستی. یاد میگیرم. وقت ندارم به کسی یاد بدم. میگن کارو به کاردان بسپار. تو این کار نیستی. کار کردن با من امتحان کن، پشیمون نمیشه. من حدمو میدونم. قصد وایستدم تو روی آکین ایشیکو ندارم. این جلال یه نفر به اسم مستان داشت، اونو کشتی، درست میگم؟ نه. اینو به پلیس هم میگی؟ نه. متهم به قتلی پسر جون. چرا با همچین آدمی کار کنم؟ چرا کار کنم؟ مگه دیوونم؟ مستانو من کشتم. ببینم مستانو من کشتم. پس کی کشته؟ من کشتم آقا. شما هم کن، من میرم هر وقت بخوای خودمو تحویل پلیس میدم. آقا صاحب شاید هم کار من باشه. حالا تو بگو کدومشون برم پیش پلیس؟ پسر قابلی هستی، خیلی خوشم اومد. امتحان میکنیم، ببینیم تو کارم اینقدر زرنگ هستی. پشیمون نمیشی. خیلی خوب، امشب در مورد جزئیاتش حرف میزنیم. این کارا جلوی جمع نمیشه. هر جور راحتی.